روز هرگز خاموش نمیشد تا اینکه یه روز یه اتفاق عجیبی افتاد. سلام، به کانال یوتیوب من خوش اومدین. فانوسی که هرگز خاموش نمیشد. سال 1895 میلادی یه شب طوفانی توی روستای کوچیک انگلیس یه مردی بوده به نام توماس یه فانوسساز پیر و تنها توی مغازه چوبیش نشسته بود، در حالی که داشت یه فانوس جدیدی میساخت. صدای باد از لای درزهای پنجره‌ها میومد و شعله‌های شمع را لرزانده. همه مردم اون روستا اون فانوسایی که توماس میساخت و دوست داشتن، ولی توماس همیشه خودش تنها و کم حرف بود. یه شب وقتی توماس داشت ابزارش رو جمع میکرد، در مغازه با صدای یه زنی با شنل قرمز توی چارچوب در وایساده بود. چهره اون زن زیر سایه شنل قرمزیش مخفی شده بود، اما یه صدای آروم داشت. زنه به توماس گفت میخوام برام فانوسی بسازی که هرگز خاموش نشه، حتی اگه هیچ روغنی هم نداشته باشه. توماس اولش خندید، بعد گفت چه چیز غیر ممکنه خانوم. ولی زن فقط یه لبخند مرموز زد و کیسه‌ای پر از طلا روی میز توماس گذاشت. توماس که تا الان همچین پولی به خودش ندیده بود قبول کرد. چند روز شب بدون حتی استراحت کار کرد و در نهایت یه فانوس طلایی و ظریف ساخت. وقتی فانوس روشن میشد انگار خورشید کوچکی داخل اون فانوس میدرخشیده. عجیب‌تر از همه اینه که این فانوس نیازی به هیچ روغنی نداشت. نورش گرم و زنده بود. صبح روز بعد زنه توی روستا ناپدید شد، جوری که انگار هیچ کس اونو توی روستا ندیده بود. اما فانوس همچنان میدرخشید و هرگز خاموش نشده بود. مردم روستا فانوس و نور جاودان مینامیدن و با خودشون میگفتن که حتما اون زن فرشته یا یه موجود ماوراءطبیعی بوده. اما یه شب وقتی که توماس روی تختش دراز کشیده بود و داشت آخرین نفساشو میکشید، نور فانوس ما شروع کرد به کم رنگ‌تر شدن تا لحظه‌ای که توماس آخرین نفسشو کشید، فانوس و دیگه هرگز فانوس روشن نشد. حقیقت یا افسانه هیچ کس نمیدونه، ولی هنوزم پیرمردای روستا قسم میخورن که توی شب‌های طوفانی یه نور کمرنگ از مغازه متروکه توماس دیده میشه. به نظرتون زن کی بود؟ نظراتتون رو واسم کامنت کنید، میخونم. اگه داستان رو دوست داشتی لایک رو بزن، سابسکرایب کن، یه زنگوله بالا داره اونم بلغزونش. بای.